اواخر سال 2024 بود که تو سوریه بعد از 13 سال جنگ داخلی بیوقفه، بعد از 650,000 نفر کشته و تلفات، رژیم اسد فرو پاشید. اونم در اثر حمله طوفانی و دقیق از طرف نیروهای شبه نظامی هیئت تحریر الشام که مورد حمایت ترکیه بودند. این برای ترکیه یه پیروزی بزرگی محسوب میشد. حاصل استراتژی دقیقشون بود تو یک دهه اخیر. تو این یک دهه سوریه باطلاقی از هرج و مرج و بی‌ثباتی بوده و این بی‌ثباتی بیشتر از همه به ضرر ترکیه بود. چرا؟ به دلایل مختلف. یکیش مثلا اینکه تو این مدت بیشتر از 3 میلیون پناهجوی سوری به مرزهای ترکیه هجوم می‌آوردند. این میلیون ها نفر سوری با منابع طبیعی محدود که کشور پرجمعیت ترکیه داره، یه فاجعه درست کرده بود برای اقتصاد پرتورم این کشور. از طرف دیگه با اینکه بشار اسد دشمن اسرائیل بود، اما وقتی که رفت جولانی اومد، اینم به نفع اسرائیل نبود. کلاً سوریه به عنوان یک کشور همسایه اسرائیل، حالا که اسلامگراها جای حکومت سکولار بشار اسد رو گرفتن، اصلاً به نفع اسرائیل نیست که این کشور باثبات و مقتدر باشه. یعنی منافع اسرائیل و ترکیه در مورد سوریه 180 درجه با همدیگه فرق میکنه. وقتی که کردهای جدایی طلب ترکیه PKK، جمعیت دروزی ها که تو سوریه بودن و تو اسرائیل هم هستن، منافع کشور دیگه مثل آمریکا و روسیه رو هم در نظر بگیریم، ماجرا پیچیده تر هم میشه. تو این ویدیو میخوام بررسی بکنم که چرا احتمال یک درگیری و رقابت گسترده بین اسرائیل و ترکیه تو منطقه خاورمیانه چرا اینقدر احتمالش بالاست. سلام، من مسعود فهیمی هستم، میزبان شما تو کانال یوتیوب پادکست مجون. امیدوارم که این روزهای پرتنش حالتون خوب باشه، سالم و سلامت باشید. اینجا من براتون از تاریخ میگم، اتفاقات روز دنیا رو بررسی میکنم و یکی از اهدافمون نشر آگاهیه. بنابراین از شما میخوام که حتما کانال مجون رو دنبال بکنید و اگه دوست داشتید به دیگران هم معرفی بکنید. ابتدای ویدیو گفتم که چرا ترکیه دوست داره که سوریه باثبات باشه با دولت مرکزی متمرکز. یکی از دلیل‌هاش همونه که اولش گفتم، پناهجوهای سوری از ترکیه برمیگردن به کشورشون. دلیل دوم و مهمتر، کردهای سوریه، کردهای جدایی طلب که مسلح هم هستن و بی‌ثباتی دولت مرکزی تو سوریه بهشون کمک میکنه بیشتر قدرت بگیرن. اینا تو شمال شرق سوریه، دقیقاً مرزش با ترکیه، یعنی همون جایی که کردهای جدایی طلب ترکیه حضور دارن، معروف به PKK. هر وقت کردهای سوریه قدرت بگیرن، PKK هم هیجانات پانکردیشون تحریک میشه، اونا هم دلشون میخواد که خود مختار بشن یا مستقل بشن و این یعنی یه مشکل جدی برای دولت مرکزی ترکیه. اما اواخر 2024 که هیئت تحریر الشام دمشق رو گرفت و رژیم اسد سرنگون شد، به نظر می رسید که تمام مشکلات 13 سال اخیر ترکیه برطرف شده. دولت ترکیه به یک بار خودش به عنوان کارگزار اصلی قدرت تو صحنه سیاست سوریه معرفی میکرد. میلیون ها نفر پناهجوی سوری که تو کشور ترکیه بودن برگشتن به سوریه و از همه مهمتر رژیم اسد مورد حمایت روسیه و ایران بود. وقتی اسد رفت و جولانی اومد، معنیش این بود که ترکیه از 2 تا رقیب سنتی خودش تو این منطقه سبقت گرفته. حالا سوریه حوزه نفوذ روسیه و ایران نیست، بلکه برعکس ترکیه اونجا دخالت داره و حالا میتونه از دولت تازه تأسیس سوریه استفاده بکنه برای اینکه کردهای جدایی طلب و زیر فشار قرارشون بده و این جنبش مسلحانه رو که یک تهدید سیاسی امنیتی بود علیه دولت ترکیه برای همیشه از بینش ببره. همین اتفاق هم افتاد. سازمان PKK تو می 2025 اعلام کرد رسما منحل شده و مبارزه مسلحانه خودش رو علیه دولت ترکیه به نفع ابزارهای سیاسی پایان میده. با این اتفاق محبوبیت اردوغان رئیس جمهور ترکیه خیلی بی سابقه افزایش پیدا کرد، اونم تو دوره‌ای که اون داره خودش رو آماده میکنه برای 4مین دوره متوالی ریاست جمهوریش تو انتخابات 2028. این اتفاق یعنی رفتن اسد تا حدود زیادی به نفع اسرائیل هم بود. چرا که رژیم اسد که میدونید متحد نزدیک جمهوری اسلامی ایران، یعنی بزرگترین دشمن منطقه‌ای اسرائیل که خاک سوریه رو به عنوان یک کریدور ژئوپلیتیک تقدیم نیروهای نظامی فراملی ایران کرده بود، موسوم به سپاه قدس، که یک خط تدارکاتی خیلی مهم و موثر ایجاد کرده بودند برای اینکه تو جنگ حماس و حزب الله علیه اسرائیل این جبهه رو تقویتش بکنند. حالا با رفتن اسد این خط تدارکاتی تا حد زیادی مختل میشد. خب پس یعنی با این اتفاق اسرائیل هم مثل دولت ترکیه باید به خاطر روی کار اومدن جولانی خوشحال میشد.
معلومه که نه. اسرائیل برخلاف ترکیه هیچ اعتمادی به دولت جولانی نداشت و هنوزم نداره، حداقل تا زمانی که دارم این ویدیو رو میسازم. گذشته جولانی و هیئت تحریر شام نشون میده که اونا جزء اسلامگراهای رادیکال افراطی هستند، همون گروه‌های جهادی سابق که اونام رؤیای پس گرفتن فلسطین رو دارن، با اسرائیل دشمنن و بنابراین نمیتونن متحد خوبی باشن در آینده برای اسرائیل. نه تنها متحد نیستن، بلکه یک تهدیدن. البته این نکته رو هم بگم، خود جولانی تا حالا چند بار صراحتاً گفته که دنبال هیچ جنگی با اسرائیل نیست، دنبال نیستش که درگیری نظامی رو خارج از مرزهای سوریه پیگیری بکنه. حتی یه بارم گفته بود که توی شرایط خاص خود اسرائیل رو ما میتونیم به رسمیت بشناسیم. با همین استراتژی با دولت آمریکا هم یه روابط خیلی خوبی برقرار کرده. بسیاری از تحریم‌های سوریه رو باعث شده که لغو بشن، ولی خب هنوز روابط دوستانه‌ای برقرار نشده بین اسرائیل و دولت سوریه. سیاستمدارای اسرائیل اعتقاد دارند که جولانی و دولت حاکم تو سوریه یک خاستگاه جهادی دارن و اگه به مرور روابطشون با غربی ها بهتر بشه، تحریم ها لغو بشه، مشکلات اقتصادی سوریه حل بشه، اونا تولید ثروت میکنن و همین که به اوضاع مسلط بشن و پولدار بشن، دوباره به اون خاستگاه اصلیشون برمیگردن و میشن یک تهدید بالقوه علیه اسرائیل. سیاست کلان اسرائیل بعد از 7 اکتبر این شد که تو مناطق مرزی خودش با کشورهای همسایه یه منطقه حائل ایجاد بکنه، یعنی پیشروی بکنه تو کشورهای همسایه، حتی به قیمت اینکه قوانین بین‌المللی رو زیر پا بذاره. مثلا به جنوب لبنان حمله کردن، هنوزم بعد از 2.5 سال حملاتش به لبنان ادامه داره برای اینکه یه منطقه حائل امنیتی بین خودش و حزب الله ایجاد بکنه. بعدش هم یه روز بعد از سقوط بشار اسد حمله زمینی و هوایی رو به جنوب سوریه شروع کرد، از ارتفاعات جولان اشغالی تو سوریه پیشروی کرد، یک حائل امنیتی ایجاد کردن مشابه جنوب لبنان و صراحتاً اعلام کرد نتانیاهو که هر گونه ادوات نظامی سنگین که نزدیک این منطقه حائل باشه از نظر اسرائیل یک هدف مشروع و بلافاصله نابودش می‌کنیم. علاوه بر اینکه با بمبارون هوایی تمام زیرساخت‌های نظامی ارتش سوریه رو، تسلیحات سنگین و پایگاه نظامی همه رو بمبارون کردن، حتی تو شهر دمشق. با اینکه سوریه و جولانی واکنش خاصی نشون ندادن به این حملات، ولی واضحه که از این پیشروی اسرائیل احساس نارضایتی میکنن و از همه مهمتر کشور ترکیه و دولت اردوغان از سمت اسرائیل احساس خطر میکنه، چرا که دولت ترکیه اعتقاد داره هدف نهایی اسرائیل فروپاشی سوریه است. اگه این اتفاق بیفته به این معناست که هرج و مرج و بی‌ثباتی دوباره آغاز میشه، PKK دوباره قدرت میگیره و موجودیت ترکیه دوباره به خطر میفته. این احساس خطر برای ترکیه خیلی بیشتر شد وقتی که اسرائیل تو اوایل سپتامبر 2025 حتی کشور قطر رو بهش حمله کرد. با این اتفاق دولت ترکیه تا مغز استخوان شوکه شد، پس دیگه هیچ کشوری تو خاورمیانه از حملات اسرائیل در امان نیست. عملیات نظامی اسرائیل تو قطر اولین باری بود که اسرائیل به یک کشور عربی عضو شورای همکاری خلیج فارس حمله میکرد و اولین باری که اسرائیل به یک متحد نزدیک آمریکا حمله کرد، هرچند که ارتش اسرائیل اعلام کرد این حمله هوایی به قطر بوده ولی صرفاً علیه رهبران حماس اتفاق افتاده. از اون طرف قطر متحد نزدیک ترکیه هم هست. وقتی اسرائیل به قطر حمله میکنه پس چه تضمینی وجود داره که خود ترکیه رو هم بهش حمله نکنه؟ اونم زمانی که بارها خود اسرائیل ترکیه رو متهم کرده به حمایت از حماس. دولت ترکیه اردوغان بارها از حماس تمجید کردند، بارها رهبران سیاسی حماس رو تو خاک خودشون میزبانی کردند. پس محل اقامت این اعضای حماس تو خاک ترکیه هم میتونه هدف بعدی عملیات‌های اسرائیل باشه. البته فراموش نکنیم ترکیه عضو پیمان ناتو هم هست و حمله به ترکیه ممکنه مساوی باشه با در افتادن با ناتو. ولی تجربه نشون داده که اسرائیل اونقدر قوانین و مراودات بین‌المللی رو نقض میکنه، پیمان ناتو رو هم میتونه نادیده بگیره حتی. ترکیه و اسرائیل روابط تاریخی پیچیده‌ای دارند. ترکیه اولین کشور مسلمانی بوده که بعد از تأسیس اسرائیل اونو به رسمیت شناخته. از این لحاظ تو جهان اسلام اقدام بی سابقه‌ای بود. اسرائیل هم در طول تاریخ خیلی کمک کرد به نوسازی ارتش ترکیه. تو درگیری آذربایجان و ارمنستان اسرائیل طرف آذربایجان رو گرفت که متحد نزدیک ترکیه بود.
حتی بعد از دوران جنگ سرد ترکیه و اسرائیل بازم همکاری نزدیکی داشتن با هم دیگه به خاطر وجود یک دشمن مشترک، سوریه اسد. ولی کم کم به مرور تو دهه 2000 و 2010 این رابطه شکراب شد. روابط کشورهای خاورمیانه پیچیده و در هم تنیده شد و دیگه اسرائیل و ترکیه و متحدای قبلی نبودن. مخصوصا تو سال 2010 نقطه عطف این رابطه بود. ارتش اسرائیل یک کشتی غیر نظامی ترکیه رو بهش حمله کرد. کشتی که داشت تلاش میکرد از محاصره غزه عبور بکنه. 10 نفر غیر نظامی ترکیه تو این کشتی کشته شدند. کشور ترکیه درخواست عذرخواهی و غرامت کرد، اسرائیل قبول نکرد و این باعث شد که روابط این دوتا کشور تیره و تار بشه و تمام همکاری‌های نظامیشون هم متوقف بشه. بعد از این اتفاق که اسرائیل ترکیه رو به عنوان یک متحد از دست داده بود، تلاش کرد با قبرس و یونان نزدیک بشه. حالا قبرس و یونان دو تا دولت رقیب ترکیه هستند که هنوز سر یه سری تقسیمات ارضی با هم دیگه مناقشه دارن. تو همین اواخر سال 2023 یه سری تجهیزات نظامیشو ارتش اسرائیل تحویل قبرس داده و از طرف دیگه اسرائیل حتی روابطشو با کشورهای مسلمان خاورمیانه هم توسعه داده. تا قبل از همین 10 سال اخیر خیلی کشورهای مسلمان کم تعدادی بودن که اسرائیل رو به رسمیت میشناختن، ولی تو همین 2-3 سال خیلی از کشورهای دیگه اضافه شدن. بحرین، سودان، همه اینها در کنار هم، حمله به سوریه، حمله به قطر، توسعه همکاری با قبرس و یونان، نزدیک شدن به کشورهای عربی، همه اینا میتونه معنی و تفسیرش برای ترکیه این باشه: یک جور محاصره جغرافیایی برای تهاجم نظامی گسترده در آینده نزدیک. اردوغان رئیس جمهور ترکیه بارها تو سخنرانیاش اسرائیل رو محکوم کرده به خاطر جنگ غزه. از طرف مقابل هم رسانه‌های اسرائیل رژیم اردوغان رو یک جمهوری اسلامی جدید معرفی میکنن به عنوان دشمن اسرائیل. از زمان روی کار اومدن جولانی، ترکیه و سوریه چندین پیمان همکاری نظامی امضا کردند. اسرائیل ادعا کرده ترکیه میخواد که تأسیسات نظامی جدیدش رو تو جنوب سوریه هم گسترش بده، مرزهای سوریه رو تو ارتفاعات جولان احیا بکنه. نتانیاهو میگه اردوغان دنبال احیای شکوه امپراتوری عثمانیه. دولت ترکیه همواره تلاش کرده بنیادگرایی و اسلام سیاسی رو تو خاورمیانه تقویت بکنه. و از همه بیشتر هم این تضاد منافع ترکیه و اسرائیل در مورد سوریه است. کشوری که ترکیه میخواد دولت مرکزیش قوی و مقتدر باشه، ولی اسرائیل دنبال یک بی‌ثباتی تو کشورهای همسایه‌اش بوده. برای اسرائیل داشتن یک همسایه مسلمانی که ارتش قوی و دولت مرکزی مقتدر و باثبات داشته باشه، اسلامگرایی سیاسی رو هم دنبال بکنه، اصلا در راستای اهدافش نیست. بنابراین سوریه هم مهمترین عاملیه که میتونه اسرائیل و ترکیه رو علیه همدیگه وارد یک تخاصم جدی بکنه. اخیراً تو مارس 2025 مهمترین اندیشکده سیاست امنیتی تو اسرائیل، مؤسسه مطالعات امنیت ملیشه، یه مقاله منتشر کرد که میگه این روند صلح بین دولت ترکیه و PKK برخلاف منافع امنیتی اسرائیل. تحلیل میکرد که این باعث میشه که دولت ترکیه از جنوب خودش و شمال سوریه خیالش راحت بشه و تمرکز نظامیشو بذاره برای جنوب سوریه و تهدید اسرائیل. پس نتیجه این که بی‌ثباتی در سوریه، بی‌ثباتی در ترکیه، تضعیف دولت مرکزی هر دو تا این کشورها به نفع اسرائیل. یه صحبتی هم بکنیم در مورد سوریه، ببینیم که چرا این کشورها همیشه بی‌ثباتی تهدید میکنه. این کشور از لحاظ قومی مذهبی خیلی متنوع‌تر از اون چیزیه که ما تصور میکنیم. یه جورایی شبیه یوگسلاوی سابقه، یوگسلاوی خاورمیانه است. بر اساس آمارهایی که منتشر شده بین 50 تا 60% جمعیت سوریه اعراب مسلمان سنی هستند. بین 10 تا 12% اعراب مسلمان علوی هستند که عمدتاً هم تو شهرهای ساحلی هستند که تفاوت‌های بنیادی دارن با مسلمان‌های سنی. 8 تا 10% کردهای سنی مذهبن که مسلمانن ولی عرب نیستن، به زبان عربی صحبت نمی‌کنن، همه چیزشون متفاوته. 6 تا 7% اعراب مسیحی هستند. حدود 3% هم اعراب دروزی که اقلیتن. دروزی‌ها برعکس علوی‌ها خودشونو مسلمان نمیدونن، یک دین مختص خودشونو دارن. حدود 1 میلیون نفرن، نصفشون هم تو سراسر سوریه پراکندن، برعکس کردها که متمرکزن. البته دروزی‌ها نه فقط تو سوریه بلکه تو لبنان و اسرائیل هم هستن. علاوه بر همه این گروه‌های قومی مذهبی که گفتم، اقلیت‌های دیگه هم هستن، از جمله ترکمن‌ها، اعراب مسلمان شیعه، اسماعیلی‌ها، آشوری‌ها، ارامنه. بنابراین سوریه بیشتر از هر کشور دیگه‌ای تو خاورمیانه تنوع قومی مذهبی داره و همین عامل هم همیشه ثبات و تمرکزش رو تهدید میکنه.
حالا این تنوع قومی مذهبی سوریه خودش یه عامل دیگه است برای اینکه اسرائیل تو سوریه منافع داشته باشه. چرا؟ چون از زمانی که دولت جولانی روی کار اومده، شبیه دولت بشار اسد تلاش کرده خودمختاری کردها، دروزی‌ها و بقیه اقلیت‌ها رو رد بکنه، تن به حکومت فدرالی نده و تلاش بکنه برای تقویت یه دولت متمرکز. تو همین راستا با علوی‌ها درگیری نظامی پیش اومد، جنایت‌های بزرگ اتفاق افتاد، صدها نفر غیر نظامی کشته شدن توسط هیئت تحریر شام. بعدش رفت سراغ دروزی ها هم کسایی بودن که دولت جولانی اونا رو محاصره کرد و اگه یادتون باشه گفتم اقلیتی از دروزی ها تو خود اسرائیل هم هستن و این دروزی های اسرائیلی عمیقاً وفادارن به صهیونیسم. تو ارتش به اسرائیل خیلی حضور فعالی دارن و خلاصه اینا به خاطر دروزی های سوریه وارد عمل شدن. نتانیاهو رو ترغیبش کردن که به نفع دروزی های سوریه حمله کنه به دمشق و نتانیاهو قبول کرد. حملات همین چند ماه پیش اسرائیل به دمشق و جنوب شرقی سوریه به خاطر همین بودش که قدرت ارتش این کشور رو تضعیف بکنه که نتونن دروزی ها رو سرکوب بکنن. حتی مقر وزارت دفاع سوریه رو تو دل دمشق بمبارون کرد. این حمله هوایی تعیین کننده بود به خاطر اینکه ارتش سوریه رو مجبور کرد عقب نشینی بکنه از محاصره دروزی ها و تن بده به آتش بس. اونم بعد از یک نزاع طولانی پرتلفات. بیشتر از 1000 نفر غیر نظامی دروزی کشته شده بودن تا اون موقع. اسرائیل در واقع با این کارش سوریه رو دوباره هل داد به سمت بی‌ثباتی و سقوط. چرا که وقتی دولت مرکزی نتونست با دروزی ها در بیفته، خب کردها و علوی ها جری‌تر میشن برای حق خودمختاریشون و این به ضرر ترکیه است. و این یعنی جولانی بسیار کار سختی رو در پیش داره برای یکپارچه کردن سوریه. از طرف دیگه اسرائیل و ترکیه و سوریه همشون میدونن که ایالات متحده قصد داره که به زودی نیروهای نظامیشو به طور کامل از سوریه خارج بکنه. تو انتخابات 2024 ترامپ گفته بود که اگه رئیس جمهور بعدی باشه نظامی‌های آمریکا رو بعد از یک دهه از سوریه بیرون میاره. الان که هیئت تحریر شام حاکم شده، این دولت به شدت ضد ایرانیه، داعش هم که کارش به انتها رسیده، دولت آمریکا احتمالاً دیگه مأموریت خودش رو تو سوریه تموم شده میدونه، به زودی از این کشور خارج میشه به طور کامل. اما اینکه آمریکا برای سوریه مدل اسرائیل و نتانیاهو رو مناسب تر میبینه یا مدل ترکیه و اردوغان رو، یعنی ثبات یا بی‌ثباتی رو، این جای سواله. اقدامات اخیر ترامپ نشون میده که احتمالاً آمریکا دنبال همون مدلیه که ترکیه هم میخواد، یعنی با جولانی همکاری میکنه، بسیاری از تحریم‌های سوریه رو برداشته، ولی همه اینا میتونه که یه جور ظاهرسازی باشه، به خاطر اینکه بیشتر پایگاه‌های نظامی آمریکا تو سوریه تو شمال شرق این کشوره، همون جایی که کردها هستن و اگه آمریکا اونجا رو ترک بکنه اون بازدارندگی از بین میره و میشه یک هدف راحت برای حمله نظامی ترکیه به کردهای سوریه و این همون چیزیه که اسرائیل نمیخواد. خلاصه موضوع خیلی پیچیده است. تازه تا همین الان هر تحلیلی که گفتم نقش روسیه رو نادیده گرفتیم. اگه روسیه رو هم قاطی ماجرا بکنیم اوضاع خیلی پیچیده تر میشه. دولت روسیه متحد نزدیک رژیم اسد، اتفاقا رابطه آنچنان بدی هم نداره با جولانی اونقدری زیرک بوده که هنوز 2 تا از پایگاه‌های نظامی بزرگ روسیه رو تو سوریه دست نخورده گذاشته بمونند. به نفع ترکیه و جولانیه که روسیه هم منافعش رو تو سوریه درگیر ببینه و مادامی که ارتش روسیه همچنان تو سوریه حضور نظامی داشته باشه و منافع خودش رو درگیر ببینه، حمله نظامی اسرائیل به سوریه پرهزینه تر میشه و احتمالش کمتر. پس بهترین حالتش اینه که ترکیه و اسرائیل قبول بکنن روسیه رو به عنوان یک قدرت میانجی و حائل تو سوریه که هرچند بعد از رفتن اسد نفوذش خیلی کمتر شده ولی هنوزم میتونه نقش یک بازیگر مهم داشته باشه تو این منطقه. یادمون نره که اسرائیل و روسیه خیلی به هم دیگه نزدیکن. بسیاری از یهودیای ساکن تو اسرائیل روس‌تبارن. بعد از فروپاشی شوروی 1 میلیون نفر، حدود 1 میلیون نفر شهروندهای یهودی جماهیر شوروی مهاجرت کردن به اسرائیل. امروز زبون روسی سومین زبون پر استفاده تو اسرائیل. 15% یهودیای اسرائیلی به زبون روسی صحبت میکنن. اسرائیل یکی از بزرگترین صادراتش تسلیحات نظامیه، تسلیحاتی که هیچ وقت به اوکراین وارد نشدن که علیه جنگ با روسیه استفاده بشه. روسیه هیچ وقت PKK رو به عنوان یک سازمان تروریستی اعلامش نکرد، یعنی از این لحاظ کاملا تو زمین اسرائیل بازی کرده. روسیه و اسرائیل حتی زمانی که اسد روی کار بود هم سعی میکردن خیلی به پروبال همدیگه نپیچن، چون که روابط نزدیک سیاسی اجتماعیشون به هم میریخت. بنابراین
اسرائیل و روسیه خیلی راحت‌تر میتونن در مورد سوریه تفاهم بکنن نسبت به ترکیه و اسرائیل و اینو جولانی میدونه و داره از این قابلیت استفاده میکنه. البته رابطه نزدیکش با روسیه هم خودش میتونه حساسیت‌های آمریکا رو برانگیخته بکنه که حمایتاشون از دولت جولانی متوقف بکنن. پیچیدگی مطلب اونقدر بالاست که متوجه میشیم جولانی اصلاً راه آسونی در پیش نداره. در نهایت مهم نیست که چطوری به این قضیه نگاه بکنیم، در هر صورت متوجه میشیم که ترکیه و اسرائیل گویا که دارن برای یک رویارویی بزرگ و تعیین کننده آماده میشن. پس این احتمال وجود داره که تو دنیای همیشه آشفته خاورمیانه جنگ ویران کننده بعدی درگیری نظامی گسترده بین ترکیه و اسرائیل باشه تو زمین سوریه. ممنون از توجهتون، ممنون که این ویدیو رو تا انتها تماشا کردید. اگه این ویدیو رو دوست داشتی حتما به دیگران معرفی بکن. من به شما هموطنان عزیزم درود میفرستم، آرزوی بهترین ها رو دارم براتون، به امید روزهای روشن.